اگر شما اویلادار شین گنتیکی ایسابی تیپ فرزندای شما همین خیلی تولد میشوند. که شما باشید هموطنان دستگیر ما معیبان در این ماه شریف رمضان خیر شما قبول شود کیسه‌تون از سامانی رو پر شود. روتون چشمتون محکم بودن. اول خوب میدیدین؟ ولی من سخت میدم میگشتم در دوشنبه گفته که سالای 98 بود یا 99 بود خطی مدار نامخوریشی که میکرد. ولی مثلا میگن کمبودی ندارد و ما رو نمیگیرد. خیلی میگن ما یک بار نشون میدیم نواری شما رو نشون میگن که نگفتم. اگر اکای خالجان وقت قفا برگردانیده میشید در زندگی کدام قسمت زندگیتون عوض میکردید؟ من میخوام آدمای سالم باشم زن و فرزند داشته باشم. خاطر مال ثروت میتونه که با شما اویلادار شوند. من میگم بعضی که کمتر مثلا بیشترم نفهمم خیلی میشه مثلا نرمت میکنم. یعنی شما در زندگی نه بایگری داره نه زن نه نفری که باید با شما زن شونده شود. یعنی سلام و درود بر شما. در خانه هر یک اهل مسلمان قرآن وجود دارد، اما بسیاری از ما خواندن نمیتوانیم به خاطر اونه که با زبان عربی است. حالا باشد راه حل این معما رو برای شما بیان میکنیم. کلام الله و ترجمه. کلام الله و ترجمه اولین بار در سال 2009 در جشن بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه در وطن عزیز چاپ شده است. این کتاب را تمام اهل عائله خوانده میتوانند. در 3 شکل نوشته شده است. بیا با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته میکشیم مثلا سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر قسم به زمانه که همان آدمی در زیان است. انا همین گونه 3 و نام یعنی 3 بر 1 برای تمام اهل عائله. کلام الله و ترجمه. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. امروز ما قرار داریم در مرکز لینسکی رایون انم گنبدی هست که از بالا تمام لینسکی رایون تماشا میکنه. همراه اکای خال در وطن اکای خال حضور داریم. انمو خالی که بسیاریات با خال دیگری پریپوتات میکنه. بسیاری وقت ما هم وقت همراه 2 خال صحبت میکنیم. یکی خال لینسکی رایون دیگر خالی فرخاری. برادران عزیز امروز همراه اکای خالجان صحبت میکنیم. انشالله یک صحبت آزاد در ماه شریف رمضان همراه شما درد دل برادر عزیز انشالله در این برنامه باز هم بفهمیم که برای چی ما خواستیم که در ماه شریف رمضان دوباره نوار کنیم همراه اکای خالجان. السلام علیکم اکای خالجان. و علیکم السلام. خوبی اکای جان؟ تنجی سلامتی خوبه؟ خوبی نازی. یک السلام علیکم میکنی همراه پاتیشکو. السلام علیکم تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن و همه شما اونی در تن جان صحت خواهانم در این ماه شریف رمضان چه آرزوی نیکی در خدا با آرزو حواس نیک برسانتان و برای شما میگم که شما باشید هموطنان دستگیر ما معیبان در این ماه شریف رمضان خیر شما قبول شود کیسه‌تون از سامانی رو پر شود. ای دادا بجار اکای خالجان این شعر کی نوشته؟ اینا من خودم ایجاد کردم. کم کم تری ایجاد کاری هم میکنی؟ برای خیر خواهان که خیرشون خدا قبول کنه در این ماه شریف رمضان. سلامت باشه اکای خالجان. یک بار دیگر شما چند ساله هستین؟ من یعنی 39 ساله میشم. ما چندین ماه پیش نوار کردیم اویدی زنگیری شما. برای چی تا حال یگان شخصیت پیدا نشد؟ خیلی تقدیر نصیب است پیدا میشد. بعضی دوستان بعضی هم خیلی اونهایی که در همین ویدیو در یوتیوب ما رو تماشا کردن میکوبن مثال میگن میگن همین خیلی فلان دختر است مثال سالم است میگن کمبودی ندارد و ما رو نمیگیرد. خیلی میگن ما یک بار نشون میدیم نواری شما رو نشون میدیم میگن که نگفتم. برای همین شما اکای خالجان در زندگی زیغ نمیشین که از همه برای مرد در عالم یعنی هستی مهمترین چیز این زن هست. بله. ها؟ بله. مرد به زن نقش زندگی کرده میتونه نه تصور کرده میتونه. برای شما قین نیست که در طول 30 چند سال حیات 39 سال حیات به زن عمر بسر بردن از آن جمله شستن پوشاک ها سر و لباس نگاه بین همه اساسا برداشت زن وابسته است. برای شما خودتون چه خیلی حس میکنین در یک موضعی که نزدیکترین شخص درباره شما نیست؟ خیلی در تقدیر تعیین میکنین شکرانه میکنین که خداوند چه که در نصیب ما بوده از این تقدیر وابسته است. اگر شما اویلادار شین گنتیکی ایسابی تیپ فرزندای شما همین خیلی تولد میشوند. این خداوند نباید این خیلی تقدیر نصیب است. در مثال پدر مادر سالم کو در اکاو دادر شما این خیلی نیست نه؟ نه. پدر و مادر شما رشته خشتباری داشتن؟ خشتباری دوتر دارن. یعنی هست یک رشته که یک دیگر با هم دیگر پیوست میکنن نه؟
ака додар ягон тажда чунин нишонаҳо мисли шумо дида намешавад? نه یک برادرم خیلی مایبا اصلا بغل قطعی میکرد ӯ ҳам модарзод با مادرزاد میگن дар хеши таволо қавм ҳастанд ба монанди шумо? نه هیچ که نیستیم ягон каси хел نه нест? هیچ کس نیست ҳатто ҳафт пуштҳо ҳам ёд надоранд мақсад калонотон ҳам намегӯяд ки буд набуд ҳами хел? نه خیلی نیست بکرم ҳозир масъалаи моҳи шарифи рамазонда мардуми деҳа шиносо дастгирӣ чӣ қадар ягон чӣ кӯмак кардесанд? از طریق حکومت ناحیه چند روز پیش خیلی یاردم شد و کمک کردم با یک خیر حاجی خیرخواه بود اردو روغن و خیر مکرونه شکر و برنج خیر کرد барои ҳамаи ҳамдиҳао ё именно барои чунин нафарои ниёзманд? کسی که معیوب است مثلا 4-5 نفر با اون خیر نه ҳоҷира алло хайроша қабул гардона аз он ҷумла ҳукумати ноҳияи ленинский район ҳам низ ноҳияи рӯдакӣ бале акай холҷон биё сарчашмаи зиндагии худтона каме дигар суҳбат кунем овони кӯдакӣ овони наврасии шумо айнан дар ҳамун деҳае ки мо рафтем навор кардем дар ҳамунҷа гузаштагиай чунин ҳолатҳо буд то ин дараҷара шумо рӯтон чашмтон маҳкам буданд аввал хуб медидед ولی من سخت بود میگشتم در دوشنبه گفته که سالای 98 بود یا 99 بود قطعی مادر نانفروشی که میکردن در سخاوت و همون مادرم کی یاردم میکردن مادر تو نانفروشی میکردن؟ همون یا چند تا نانفروشی میکردن از حسابی نرسیدن مثال آذوقه در زندگی؟ همین نان مثال پخته بردم میخورفتم مثال در قشلاق من مولوانی مثال گندم کاری گندم دروی زمین کنی همش میکردم نان در کجا میپختین؟ نان در دگدان بگیم مثال نه در خانه میپختین نه در دسترخانه میگرفتین میبردین در اونجا سودا میکردین من سخاوت بودم میپختیم از همه در حالت وزمین ترین در زندگی شما کدام حالت یک خالجو مقصد در گذشته کدام حالت بود یا دوره یگان لحظه که از همه در دشوارترین یا در پستی یا در نرسیدن مثال آذوقه در زندگی یا در یگان کس دشنام کردن یگان کس گپ قبیح گفتن هست یگان حالتی که تا حال از پیش چشم شما دور نمیشه هست باید کینه گرفته بگردیم مثال نه گپ سر کینه نه مقصد هست یگان حالتی که مثال تا حال در یاد شما موندگی ای جوانی ها ای جوانی تا حال هستی بسیار هم گفته که میگشتیم مولانی که بچه دیختی هم بوز گسپاوانی کرد دکه ها من وارد است که مثلا این خیلی میشه هیچ کس هم پگان نمیده که بعد از یک سال دستری پدانی چی میره اگر اکای خالجان وقت قفا برگردانیده میشید در زندگی کدام قسمت زندگی تونه ایواز میکردید؟ نمیدونم سوال شما در موندم اگر این غیر امکانه لیک انسان هر یک کس انسان در زندگی یک آرزو و هوس داره شما کدام قسمت زندگیتون را تغییر میدادید؟ چی گفتم نمیتونم نمیتونم یکم چی گفتم کی من میخوام مثل آدمای مثل سالم باشم مثل زن و فرزند داشته باشم یکی خیلی شکرانه میکنه خدا میتونه در آینده باز مشکل رو کشاده میکنه انشالله امید داریم تا حال نگهبین شما شستن سر لباسون بردوش کیه؟ همون ینگام هستن همون میشتم مثلا لباسم در اویله حرمت عزت نسبت شما چه خیلی هستن حرمت احترام خیلی بریم برادری با این همسایه ها بسیارشون خیلی حرمت میکنن بعضی که کمتر مثال چیترن نفهمون خیلی میشه مثال نحرمتی میکنن بعضی جانا خیلی که یاشیدن چه خیلی نحرمتی میکنن نکه؟ خیلی مثال خیلی منمانی کده مثال گپ کلان گپ میزنن مثال ایماد چند سال خورده نه که همین گپ بگم مثال آدم کلان رو گفتم ممکن نده بعضیشون مثال آدمای کلان رو ایمان قریب 20 سال کنه که یخی حرمت میکنن که میگم ای خدمتی و رفیقت باشه نمیکنم خیلی مثال معیوبم خیلی همیو باید مثل همین رنگ برادری سالیم خیلی صحبت میکنن حرمت میکنن نمیشه اگر در زندگی آینده همسر شما پیدا شود نفری که باز گفتم مرد به زن زندگی کرده نمیتواند نقشه های شما در زندگی چی میشود؟ مثال شاید که بسیاری نفرها میگن که تو خانه داری مثال هازی اکثر شخصیت ها به خاطر مال ثروت میتونن که به شما اویله دار شوند بسیارش دیگه من شنیدگیم که مثال آدمای معیوبن در باره عرب بچه که اویله های سالم دارن از باره وایگری
از برای بایگری. من خیلی شنیدم از اون رفیق. یعنی شما حاضر در زندگی نه بایگری داره، نه زن، نه نفری که باید با شما زن شونده شود. یعنی خانه پدرم هست مثلا دوجا. اصلا خانه پدر هست که خودجان، لیک هر یک شخصیت میخواد که خانه به کلان، یعنی خانه‌ای که مخصوصا بر نام و نسب اخته باید همو خیلی داشته باشه. حاضر آدمای سالم این چیزا طلب میکنن که با نفرانی که مثال برای تو اوله دار شدن، مثال شاید یگان نفری که پیدا شوه یگان وزمانج هست که شما در یگان جای دیگر منزلی سرپناه کنید، مثال برادرها یا در خدمت میشوند. نمیدونم خیلی خونه هست مثلا اونجا در خونه دادگان ور خیلی مثلا میگن این اوله دارشن این خونه تا همون که اوله دارشن سوی فرزندشون با امید مثلا فرزندان مثلا خونه رو در نام فرزند در نام خشم میکنن آخه مثلا چطور جمعی میگیری در این خونه رو میکنی بسیاری هم دختران خیلی دیگه زنگ میزنن واسه خانه داری خانی چیزا پدر و مادرم گفت که در بالای سرم هست از این ده و هم گفت که عمری بود نیستن که خدا اونشون 100 سال که این روز هستن فردا همه بنده میرن دار. بله همین خانه دارن اکثری همون اکثری هم بابا بیها پدر و مادر همه میزگرم. بله اکای خال جان بهترین سخن گفتید. آرزوی شما در زندگی چیه اکای خال جان؟ شما آرزو دارن که اوله داشتن سوی فرزند باشن سوی نویرشن مثلا این دنیای خونی ناامید نرن. یگانه امید شما فقط اوله برپا کردن از خود یک نسل باقی ماندن. از آدمی زاد فقط فرزند نیستن خیلی خیر نیک مثلا پس از همین سری پدر ما فرزندان نیستیم و از سری ما فرزندانی ما نیستیم. همین که دنیا باور کنید دوستان عزیز به نهایت قینه اکای خالدان 100 آفرین. ما تنی سالم داریم لیک در زندگی باور که با چندین مشکل و 100 آفرین این شخصیت بزرگی امروز خیلی اکای خالجان شاید که در ماه شریف رمضان یگان شخصیت کمک نه یگان نمره تلفن داره که یگان کارت یگان چی داره. شاید ما حاضر نمیگیم که این منه برنامه ما فقط برای زبور کردن شما هست. نفرایی که میخوان که حقیقتا در خودت کمک کنن مثال دست یاری دراز کنن یگان کارت داره که ما در اینجا ببراریم مثال مردم دستگیری کنن. کارتم هست چی کارت هست؟ همون دوشنبه سیتی. دوشنبه سیتی ای؟ اون کارتم نمرم پیشنم. تو دوشنبه سیتی را که چشمت نمیبینه این یگان که از فریب نمیکنه بگیره پولش. هیچ خیلی میگیره هیچ که نخواد خدا بترسم بگیرم. من دست خوندم میستم. اینا دوشنبه سیتی به نام نسب اخته چی نام فهمید؟ حیات خال محمد. حیات خال محمد. با کدام نامی رو پیوسته؟ 907 92 51 63 همین نمره دام زنگ زنن همراه شما صحبت کرده میتونن. البته دوستان عزیز اینا دوشنبه سیتی کارت یکای خال محمد 97 62 00 00 14 77 04 98. ما نمیگیم که دوستان عزیز همه چی را بگیریم با یکای خال پارتنر، که هر کس با قوت تواناییش در ماه شریف رمضان مثال این نوره که کی ما اثبات کنیم پارتنر اگر کمی هم باشه برای زندگیش ان شاء الله خوب و بهتره. ما فکر میکنیم که بهتر خوبتر بشه. چی گفتی یکای خال؟ واسه کاری ثواب میگیم در این دنیا گفته که کاری ثواب خیر نیک باقی است. بله در آخر نفرانی که با شما کمک میکنن چی گفتن؟ یک دعای برادرانه. الهی آمین در این ماه شریف رمضان خداوند مهربان روزه های دیگهشون نمازهای خانه که بزرگوار قبول کند. چه عرضه حاصل نکرده و عرضه حاصل نکشن برسن آن مهاجران که دور از وطن است خداوند آنها را نگهبان باشد. چه عرضه نکی دارن و عرضه نکشن برسن صبح سنت از مهاجرت باز با وطن و پیش پدر و مادران و فرزند خانه خود برگردن. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد در این ماه شریف رمضان. کارهای خیر و نیکمان را قبول کند و سعی خیرخواهان عزیز یازه کند. چه خیر سختی کردن خداوند در چند بگرداند و چه عرضه حاصل نکن و عرضه حاصل نکن در تاجیکستان ما دای ما صلح و امانی باشد برحمت الله اکبر. انا دوستان عزیز الله نگهبانتون. یک لایک کامنتر خاطر یکای خال فراموش نکنین در حقش دعا کنین بهتر خوبتر بشه. نمره‌ای که در روی اکران نمره یکای خال زنگ بزنید همراهش صحبت که کمی هم باشه وقتش خصوص میشه. خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده.